اجازه بدین که یه صحبت کوتاهی داشته باشیم که شاید بشه اسمش رو گذاشت مرور زهرشناسی. فضاحت لو رفتن سوابق ابوطالبی چرا اینطوری سر تا پای رژیم رو به لرزه انداخت؟ چون آبروریزی که برای رژیم چیز جدیدی نیست. اینا آخوندن دیگه. مدت هاست که شرم و حیا و اینا رو قورت دادن گذاشتن کنار. اما توی این داستان همه به عیان کارکرد زهر رو تو همین مدت مشخص به چشم دیدن. رژیم تا دلتون بخواد توسری خورد از انواع بسیار خارکنندش، ولی دم بر نیاورد. داستان جالب بود دیگه. اول لو رفت که طرف گروگانگیره. رژیم با وقاحت امیدوار بود که بزنه و بره و خلاصه به رو خودش نیاره. ولی قضیه بیخ پیدا کرد و جای کتمان باقی نموند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت به سازمان ملل و ایران اطلاع داده ایم آمریکا برای آقای ابوطالبی سفیر جدید منصوب شده ایران در سازمان ملل روادید اعطا نخواهد کرد. سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در روزهای اخیر در مصوبه‌ای از رئیس جمهور آمریکا خواسته بودند به بهانه مشارکت ابوطالبی در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 58 از صدور ویزا به وی خودداری کند. تو همین ایستگاه یه سری تو نظام جا زدن. دیپلمات تروریست رژیم تو ملل متحد گفت نذاریم موضوع به مشاجره جدید با آمریکا تبدیل بشه و داستانهای هسته‌ای که خودش حالا میز اصلی سرو زهر دیگه تحت شعاع قرار بگیره. بعد قضایا بدتر شد. معلوم شد که تو کارنامه این یارو گروگانگیری تازه خوبشه. از حق نگذریم واقعا خوب کسی رو انتخاب کردن برای نمایندگی کامل العیار رژیم آخوندی. طرف طراح قتل و جنایت تروریستی تو خارج کشورم بوده. وقتی قطعی شد که این یارو قاتله رو راه نمیدن، واکنش قوی رژیم حالا ببینیم چی بود. تصمیم ما روشن هست. سفیر ما برای حضور در مقر سازمان ملل متحد معرفی شده و موضوع رو از مجاری دیپلماتیک و رسمی دنبال می‌کنیم و ملاک ما پاسخ رسمی از مجاری رسمی دیپلماتیک خواهد بود. یعنی واسه شیرمالی سر بسیجی‌ها گفتن اون پشت مشتا داریم یه پیگیریایی می‌کنیم. ولی بعد از اون پشتم خبر رسید که اونجا هم هیچ خبری نیست. موضع ما همچنان همان است، چون هنوز هیچ یک از دو طرف به طور رسمی موضوع را از طریق سازمان ملل پیگیری نکردند. یعنی همین آخوندایی که قبلا شعر و شعار میدادن که آی تنگه میبندیم و پایتخت در امان نمیذاریم و اینا، الان زیپ دهنا رو کشیدن، خفقون قهرمانانه. ضمناً این وسط اعتراف کردن که همشون این کاره بودن و هستن. گر حکم شود که تروریست و گروگانگیر گیرند، از عباس عبدی تا معصومه ابتکار رو باید لو بدن که هنوز جا پاهاشون روی دیوارای سفارت هست. ولی خب به یک نمونه این مورد لطفاً توجه بکنید که شاید از بقیه جالبتر باشه. نمونه یکی از اونایی که الان تو کار سرو جام زهره. اسمش اصغرزاده است. با ژست دیپلماتیک برگشت گفتش که رابطه ایران و آمریکا گروگان یک اتفاق تاریخی است که 35 سال پیش رخ داده است. بعد گفتش که دانشجویان خط امام یا جمعی از دانشجویان که در آن حادثه نقش داشتن اگه پیش قدم بشن شاید بتونن مشکل رو حل بکنن. خب حالا بریم تو فیلم ها و عکس ها بگردیم ببینیم اونایی که در آن حادثه نقش داشتن که باید پیش قدم بشن الان کجان. Studentesco Ibrahim Asgharzadeh, la prima mattina successiva all'occupazione, è particolarmente tesa. خود آقای اصغرزاده. پس ترجمه حرفش الان معلوم میشه. بازم با وقاحت و چند جای خوری خاص آخوندا. میگه من و مری ابتکار و ابوطالبی و بقیه گروگانگیرا تو موقعیت خاصی هستیم. ما رو بفرستیم بریم پیش قدم مذاکره با آمریکا بشیم. خمینی کجاست که از جهنم یه نگاهی بکنه ببینه که زهر با بقایاش چه کار کرده که میگن غلط کردیم با امامی که تروریستای گروگانگیر پیرو خطش بودن. پایان مرور زهرشناسی. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی شده با